من این مشکلی که نفیرها بند باشند، یک خانم نمیتونه باردار شه. جدا از این هم مشکلات را میتونه وجود داشته باشه دیگه، که جدا از این مثلا سن بلند شما بعد طفل اول یک خانم نقصان شود، این مشکل در ابتدا وقتی برش پیدا شد این مشکل ادامه داشته میباشد. آیا از نظر تو کدام مشکل جدی است در شما ایزان قرار داریم و امروز موضوعات مختلف را در برنامه گنجانیده ایم. ان شاء الله که شما ایزان که در دو بخش مختلف برنامه ما را بیننده هستین از موضوعات دوستان شناختین فاطمه هست. امروز درباره ویدیوهای گذشتهشان و درباره زندگیشان صحبت‌هایی می داشته باشیم که بعضی‌ها یک بار دیگر پیشنهاد کاری از تلویزیون شده. السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم جور صحتمند باشین. بازم خوش آمدین در کانال خودتان با یک ویدیو کلا جدید. تا آخر ببینید باشین که بسیار گپ‌های جالب در لاقلای برنامه براتون میگم که دوستان عزیز فاطمه جان خود بیشتر شما میشناسین به حیث یوتیوبر، اما دوستان عزیز پیش از اینکه اینا در این صحنه به حیث یوتیوبر کار کنن، اینا در تلویزیون کار میکردن، نه تنها در یک تلویزیون بلکه در چند تلویزیون به حیث گوینده کار میکردن و این وقت دوستان عزیز اینا ازدواج کرده بودن و همچنان صاحب طفلشان که بود مصطفی. از خاطر که تصاویر و یا هم ویدیوهایی که شما میبینید در این ویدیو تقریبا از 6 و یا هم 8 سال پیش است، قسمی که دیده میتونین بسیار زیاد تفاوت کردن خودشان همچنان. و دوستان عزیز اگر درباره فامیل فاطمه جان گپ بزنیم که اینا یک خواهر کوچکتر دارن از خود که سنا هستن، در این صحنه اونا کار نمیکنن، ازدواج کردن و بعد از اون حسنا جان هست که پیش از او که دوستان عزیز اونا ازدواج کنن با فاطمه همچنان کار میکردن در کانال خود با فامیل خود که بسیار زیاد علاقمندانشان میپسندید ویدیوهایشان، اما فعلا قدر یعنی با خواهر خود در این صحنه نمیآیند. البته حسنا جان در تلویزیون کار نکردن مثل فاطمه، اونا تنها در یوتیوب چنل کار کردن و همچنان برادرشان عباس که هست اونا در یوتیوب چنل خودشان کار کردن، نه تنها در دیگه یوتیوب چنل ها مثل که دوستا فاطمه و حسنا در اولا پیش از که در کانال خود کار کنن در چنل های دیگه همچنان کار کردن و همکار مثلا وارث بودن و یا هم دیگه یوتیوبرها. وقتی که طفل دومشون به دنیا آمد رحمت، اینا یک ویدیو اپلود کردن و گفتن که دوستا یک پیشنهاد کاری شده برای فاطمه جان از تلویزیون که میخواین همکار اینا شوند، از خاطر که اینا همچنان یعنی کار کرده بودن از اول و بعد از اینا انتخاب نکردن و همچنان حامد نه اجازه نداد اینا و هم نپسندیدن که اینا کار کنن در تلویزیون، از خاطر که طفلشان خرد بود و اینا میخواستن که یوتیوب چنل خود را بچلانن نه که در تلویزیون کار کنن. از خاطر که دوستان عزیز وقتی که یعنی اینا در نطاقی بودن وقت یوتیوب چنل قدر مردم نمیدیدن، اما فعلا بیشتر بیننده هایشان که هست تلویزیون یعنی بلکه یوتیوب چنل ها را تعقیب میکنن و از خاطر یعنی فکرشان همچنان دیگه میشه در وقتی که یوتیوب چنل ها رو میبینن هم ویدیوهای دیگه یوتیوبر رو میبینن در افغانستان و اینا پیشنهاد کاری را رد کردن و بعد از اینا بعض گپ ها را گفتن که یعنی وقتی که اینا کار میکردن بسیار زیاد زحمت میکشیدن، تقریبا شبها و یا هم روزها اینا یعنی یاد میکردن لینای خدا و یا هم صحبت های خدا که چی رقم صحبت کنن و قسمی که دیده میتونین این هم تصاویر گذشته شان است. آیا فکر میکنین اینا تغییر کردن در چند سال اخیر و یا هم نخیر؟ بدون شک که با وقت همه انسان ها تغییر میکنن و قسمی که دیده میتونین اینا همچنان تغییر کردن. دوستان عزیز ما درباره فاطمه جان ویدیوهای قبلی خودم ساختیم، قسمی که دیده میتونین بیشتر بیننده های ما میپسندن ویدیوها درباره فاطمه جان و اگر میخواستین این ویدیوها رو دیدن بال کرده میتونین گپ هایی که در این ویدیو صحبت کردیم. البته در این ویدیو امروز صحبت نمیکنم از خاطر ویدیو طولانی میشه و تکراری میشه. اگر میخواستین ویدیوها رو دنبال کنین در کانال ما وجود داره، میتونین سر بزنین، همه گپا رو با ثبوت براتون گذاشتیم. دوستان عزیز اگر فاطمه جان امروز ببینیم بیشتر وقت در زبانهای بیننده هایشان میباشه، گاهی وقت درباره ازدواج دومشون، گاهی وقت درباره طفلشون و هم پسرشون، درباره کوچکشی که میکنن قدر و هم طلاهایشون و هم ویدیوهایی که قدر یعنی شوهرشان بهشان توفه میده، بیشتر وقت در زبانهای بیننده هایشان میباشن، خصوصا در کامنت خانی. اینا دوستان عزیز بسیار زیاد کامنت خانی میکنن و این هم ویدیوها و تصاویرات گذشته شان است. البته دوستا قسمی که دیده میتونین این وقت اینا نگفته بودن که حسنا خواهرشان است، حسنا جان در چینل دیگه کار میکردن، اینا در چینل دیگه کار میکردن و بعد از او که در یک چینل بودن دوستا اینا نگفتن و وقتی که اینا گفتن بسیار زیاد علاقمندانشان پسندیدن. بیشتر وقت مادر جانشان میگن که از خاطر فاطمه جان یعنی فامیلشون بسیار زیاد تغییر کردن و هم کمک کردن و بدون شک یعنی اینا بسیار زیاد کمک کردن. اولی بار که اینا در تلویزیون کار میکردن و هم در
یوتیوب چنل کار میکردن. بدون شک بسیار زحمت کشیدن. این هم تصاویرات قبل فاطمه و حامد است که یک جای همکار بودن، یکی دیگر پسندیدن و بعد از او فاطمه جان ازدواج دوباره کرد که درباره از او قضاوت نمیکنیم. در ویدیوی قبل خود براتون گفته بودم که دوستان عزیز بعضها میگن که اینا ویدیوهایی که میسازن طلاهای قیمتی که هدیه میکنن بر فاطمه و یا هم یعنی زیورات تو گپ ها. بعضها در تیک تاک و در کامنت ها میگن که اینا کرایی میباشن و یا هم یا دروغی میباشن، خاطر که در محفلای خود که میباشن هیچ فاطمه یعنی او طلاهای خود دوباره هیچ نمیپوشه. و دوستان عزیز بعد از او حامد گفتن که یعنی ما خود نمایی نمیکنیم، از او خاطر نمیپوشیم. و بعضها باز هم در کامنت نشته کرد یعنی طلا که میباشه از خود نمایی نمیباشه، یعنی که میداشته باشی را خود ضرور میپوشی. گپ نیست که یعنی خود نمایی میشه. گرچند دوستان عزیز قسمت که دیده میتونین حامد گفتن که یعنی یک روز خاطر یعنی شد که ما همه طلاهای خود را نشان بدیم، از خاطر که مردم بسیار گپ میزنن و یعنی ما در غیرت بخی میارن. چند روز پیش فامیل فاطمه کمی مخفی گرفته بود سر عزیزایشون، پول میخواست البته از اونا. و دوستای عزیز تقریبا به همشون زنگ زد، حسنا جان و زینت جان و دیگر دوستایشون، اما به فاطمه هیچ زنگ نزدن، ازشون پول نخواستن. بعضا نشته کردن تا زینت پول میخواین اما از دخترتون نمیخواین. آیا میفهمیدین که اونو بهتون نمیده و آیا همه گپایتون تنه سازی میباشه؟ از خاطر که پسر کوچکشون که هست دوستا اینا گفتن که ما زیادتر باور که داریم، سر زینت داریم، حسنا داریم و سنا داریم، هیچ یادآوری از فاطمه و هم حامد نکردن. بعضها باز هم یگان سوال ها در ذهنشان آمد و یگان گپا زدن در تیک تاک و هم در کامنت هایشان. آیا این همش تنه سازی می باشه و یا هم نخیر؟ دوستان نظر شما چی است؟ در این باره لطفاً به ما کامنت کنید. این هم بود ویدیوی امروز ما. تشکر که تا آخر بیننده بودین. اگر میخواستین ویدیوهای جالب دنبال کنین لطفاً کانالتون سابسکرایب کنین. تیم ما نه تنها بلکه ویدیوهای طولانی بلکه شارتس بسیار جالب دوستا براتون اپلود میکنیم. اگر میخواستین دنبال کردن میتونین. همه گپا در کانال ما با حقیقت و با ثبوت گفته میشه، هیچ گپ دروغ نمی باشه. اگر میخواستین که دوستان عزیز درباره کدام یوتیوبر دیگه براتون ویدیو بسازیم لطفاً به ما در کامنت نظرتون بدین، ما ضرور براتون میسازیم. این هم از شارتسه که بسیار جالب هست، ما براتون میسازیم. میتونین با دوستان عزیزتانم شیر کنین. تشکر عزیزای دل تا آخر بیننده بودین. اگر کدام کمی کاستی بود به بزرگواریتان ببخشین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.